دیپلمات ایرانی و خودنویسی که دل کندن ازش سخت بود. در دنیای دیپلماسی گاهی یه امضا میتونه سرنوشت ملت‌ها را تغییر بده و گاهی هم فقط باعث گم شدن یک خودنویس میشه. ماجرا از آنجا شروع شد که در مراسم رسمی امضای توافقنامه‌های بین رژیم آخوندیسم و آمریکا، یکی از دیپلمات‌های رژیم آخوندیسم بعد از گذاشتن امضای طلایی خودش پای برگه‌ها، تصمیم گرفت خودنویس مخصوص مراسم رو به عنوان یادگاری برداره. یا به عبارتی اونو بدزده. بله، دقیقاً همون خودنویسی که مخصوص امضای اسناد بود و طبق رسم دیپلماتیک باید سر جای خودش باقی بمونه. ویدیوی این سرقت بلافاصله منتشر شد و مردم همیشه در صحنه اعدام، از توییتر و اینستاگرام گرفته تا گروه فامیلی، واتساپ و غیره، همه هویی تحلیلگر شدند. بعضی گفتند خب حتماً چون خودنویس خارجی بوده، حیفش اومده که ولش کنه. بعضی هم نوشتند بابا رسمه، با هر امضای یادگاری برمیدارن. و برخی دیگر فقط خندیدند، چون واقعاً کاری بیشتر از خندیدن نمیشد کرد. اما مسئولان رژیم هنوز هیچ واکنش رسمی نشون ندادن. شاید هنوز دنبال خودنویس میگردن، شاید هم دارن بررسی میکنن که آیا به اندازه کافی جوهر داشته که ارزش دزدیدن داشته باشه یا اصلاً نه. در هر حال، این ماجرا به ما یادآوری کرد که در سیاست، گاهی چیزهای کوچکی مثل یک خودنویس هم میتونه تیتر اول رسانه ها بشه. مخصوصاً اگه از اون جلسه فیلم برداری هم بشه و چند میلیون نفر شاهدش باشن. شایعاتی هم هست که میگن قرار هست در مذاکرات روز شنبه آینده، طرف ایرانی باید با لباسهای بدون جیب حاضر بشن.